همشهریان عزیز، همه شما را با فرارسی عید سعید فطر صمیمانه تهنیت گفته برایتان صحتمندی کامل، دسترخوان پر از ناز و نعمت و سعادت جاویدانی تمنا داریم. احترامانه به معلومات شما میرسانیم که موافق قرار شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان پگاه 24 می عید سعید فطر معین گردیده است. در اساس قرار مذکور وابسته به شرایط پیش آمده پنجشوی بیماری سریعتی کرونا ویروس که از اختیار ما بیرون است، از هر یک شما احترامانه خواهش می نماییم که نماز عید را در منزل خود صمیمانه اجرا نموده از برآمدن به کوچه ها، رفتن به مهمانی و دعا و فاتحه دست جمعانه خودداری نمایید. فرزندان را که در تعطیل قرار دارند به نظارت نگذارید. برای برآمدن به گشت و گذار بیهوده و عیدگردک آنها راه ندهید. پیوسته به تعلیم و تربیت فرزندان در خانواده مشغول گردیده منتظم قاعده های گیگین شخصی و توصیه طبیبان را رعایت نمایید. تا بهبود گردیدن وضع در خانه بمانید و به نقاط های طبی و به ضرورت به کوچه نبرایید. ما باید هرگز رو افتاده نشویم و کوشش کنیم و باور داشته باشیم که با تلاش و مبارزه متحد و سرجمانه البته از این وضع دشوار می براییم و باز هم رسم آیین‌های نیکمان را ادامه خواهیم داد. سلامت و سربلند باشید همشهریان.